درود و 200 درود. امید که حالتون عالی و آروم باشه. رویا هستم. به کانال آشپزی خودتون خیلی خوش اومدین. آموزش امروزمون ترشی بادمجون شکم پره. با من همراه باشین. 4 کیلو بادمجون، اونم بادمجونای ریز. نگاه کنید مثل من. بادمجوناتون ریز باشه بهتر و خوشمزه تر و مجلسی تره. بادمجونا رو به خوبی میشوریم، داخل آبکش قرار میدیم تا آب اضافهش خارج بشه. سپس روی پارچه تمیز و نقی پهنش میکنیم تا یکم اون آبای اضافیشن خارج بشه. حالا قسمت کلاهک بادمجونا رو جدا میکنیم. نباید کاملا کلاهکشون جدا بشه، فقط قسمت اضافیشون. با کارد یا چاقوی تیز هم شکم بادمجونا رو باز میکنیم اندازه بند انگشت، یه ذره. یه قابلمه نسبتاً بزرگ 5 لیوان آب، از این لیوان فرانسوی، 2 لیوانم سرکه، 2 قاشق غذاخوری هم نمک اضافه میکنیم. میذاریم روی شعله گاز به جوشه. بعد جوشیدن بادمجونا رو میریزیم داخل قابلمه. اگه سرکه خونگی نداشتیم بهترین گزینه سرکه وردا هستش. بهتون توصیه میکنم از اون سرکه استفاده کنید. در قابلمه رو میذاریم به مدت 6 دقیقه. بعد 6 دقیقه نگاه کنید مثل من پشت رو میکنید. دوباره 3 دقیقه هم بهش وقت میدیم. 3 الی 4 دقیقه وقت میدیم، زمان میدیم. این برای بادمجونا هم بجوشه. تو این مرحله دیگه در قابلمه رو نمیزنیم. رو هم رفته 10 دقیقه طول کشید. بعد 10 دقیقه خب 6 دقیقه با 4 دقیقه که میشه 10 دقیقه بادمجونا رو از داخل قابلمه در میاریم، میذاریم داخل آبکش. باقی مونده بادمجونا رو هم میریزیم داخل همین قابلمه. سرکه و آبش کم شد. من 1 لیوان فرانسوی پر سرکه بهش اضافه کردم با 1 قاشق غذاخوری نمک. دوباره بهش 10 دقیقه زمان دادم مثل مرحله اول. 6 دقیقه یه بار، 4 دقیقه هم یه بار که برای پشت رو کردم. خب بعد از اون مرحله که میذاریم داخل آبکش اجازه میدیم محلول سرکه و نمک و آب از بادمجونا خارج بشه. من 6 ساعت بهش زمان دادم. نگاه کنید روی بادمجونا هم یه بشقاب گذاشتم و جسم سنگین نمیشه. این قابلمه ها رو گذاشتم. خودشون خدای زیرشون انقدر سنگینه. بعد 6 ساعت ببینید چی شد. نیم کیلو هم سیر. من سیرا رو تمیز پوست کندم، شستم، گذاشتم خشک شده. روی پارچه پهن کردم که آبش کشیده بشه، خشک بشه. یعنی نگاه کنید بعد 6 ساعت نگاه کنید اینو اصلا دور میریزیم. ما اصلا نریزیم داخل ترشیه. ترشیتون رو خراب میکنه. بریزیم دور. سیرا رو با سیر له کن. اگه سیر له کنم نداشتین با هاون، با گوشتکوب، ببین یه ذره فشار میدیم له بشه. کاملا لهش نکنید. یه ذره. ما میخوام یه ذره اون عصارش در بیاد. نه خورد کنید. حالا ایرادی هم نداره اختیاری خورد کردنش، ولی من ترجیح میدم خوردش نکن. به همین حالت لهش کردم. 1 لیتر شاید هم حالا بیشتر بعدا نیاز میشه. سرکه رو اجازه میدم بجوشه. 1-2 قاشق هم نمک بهش اضافه میکنم. وقتی که جوشید خنک شد میخوایم بریزیم روی بادمجون. حالا بیام برای مواد داخل شکم بادمجون. نگاه کنید. حالا داخل کاسه سیرای له شده 1 قاشق غذاخوری سرپر سیاه دونه، 1 قاشق غذاخوری سرپر زردچوبه، 2 قاشق غذاخوری پونه خشک پودر شده و 1 قاشق غذاخوری نمک. همه‌شون سرپر باشن. میریزیم به خوبی ترکیب میکنیم. هم میزنیم کنار. میخوایم شکم بادمجونا رو با اون مواد پر کنیم. حالا من دنبال این شکافه میگردم. مثل من نگاه کنید.
2-3 تا دونه از این سیرهای من درشتم هستن. اگه مال شما ریزه 3-4 تا. به همین حالت فوق‌العاده خوشمزه هستش. خب عزیزان، سپاسگزارم از همراهی همیشگیتون که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. حالا ادامه داره. خواستم یه تشکرم کنم، سپاسگزاری کنم ازتون که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. نگاه کنید، بادمجونا رو من همشو پر کردم، شکمشونو داخل بشقاب گذاشتم. میخوام بریزم داخل ظرفای ترشی. مرتب میچینیم داخل ظرف شیشه ایمون. ظرف شیشه، ظرف پلاستیکی از قبل تمیز بشورین، خشک کنید. بعد خوشحال میشم اگه از آموزش من خوشت اومد کانال رو دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید، نظری، انتقادی، پیشنهادی داشتید توی بخش نظرات برام بنویسید، همشو میخونم. اون بالا هم کانال بافتنی رو معرفی میکنم. اگه دوست داشتی اون کانال هم دنبال کنید که بالای 100 تا آموزش داخلش هست. زنگوله اطلاع رسانی هم فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید زودی مطلع بشید. کانال آشپزیم همین آشپزی رویاست. کانال بافتنی من آموزش بافتنی، چه در یوتیوب چه در آپارات. بعد از اینکه بادمجونا رو کاملا چیدم، سرکه رو اضافه میکنم. سرکه باید جوشیده و خنک شده باشه. سرکه رو میریزم تا کاملا بادمجونا پوشیده بشن. سپس یه نایلون میکشم روش، درشو محکم میبندم و تا 30 روز بهش زمان میدم که ترشیم کاملا برسه. تو این 30 روز 10 روز اول در ترشی رو باز کنید، چون بادمجون سرکه رو جذب میکنه. اگه دیدین جذب شد براش سرکه اضافه کنید تا دوباره اون سطحش پوشیده بشه. در جای خشک و خنکم نگهداری کنید. بعد از 20 الی 30 روز قابل مصرفه. خدا نگهدار.